معرفی مبانی نظری سازمان صلح طاهری نوشته استاد محمدعلی طاهری قسمت 12 تعریف اینتریونیورسال تعریف اینتریونیورسال عرفان حلقه از چندین دهه قبل به منظور توجه انسان به هستی تفکر اینتریونیورسال را مطرح نموده که به اختصار عبارت است از ارتقاء سطح تفکر و هویت انسان به سطح جهان هستی. در این سطح می‌خواهیم بر فراز همه محدودیت‌های قومی، قبیله‌ای، نژادی، ملی و غیره خود را متعلق به یک هستی واحد بدانیم که در آن نیز انسان دارای تنی واحده است. در این دیدگاه انسان خود را نه تنها با زمین به عنوان خانه و وطن مشترک انسان‌ها بلکه با تن واحده جهان هستی به عنوان تعلق ما به آن و در نتیجه به عنوان جزئی از هویت ذاتی انسان همسو و همراه می‌بیند. در این مکتب انسان هویتی هستی شمول را برای خود تعریف می‌کند که در آن می‌خواهد همگام با هستی و هماهنگ با آن حرکت کند و خود را جدا از هستی نمی‌بیند. در این شیوه تفکر اکوسیستم کیهانی بسیار گسترده‌تر از اکوسیستم زمینی دیده می‌شود و جزء جدا نشدنی کیهان دانسته شده که در آن همه کیهان برای پیدایش حیات بر روی زمین میلیاردها سال برنامه‌ریزی نموده و چنین پدیده‌ای را به طور صرف یک اتفاق ساده نمی‌بیند بلکه آن را امری هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده می‌داند. اما گفته شد که هر چیزی به خودی خود از هویتی برخوردار است. برای مثال وقتی گفته می‌شود درخت، ستاره و غیره بلافاصله هویت‌ها و ارزش‌هایی در ذهن انسان نقش می‌بندد. در نزد انسان خردمند تعریف هر چیزی با جایگاه و نقش آن چیز در هستی آمیخته است که هویت آن را به ذهن متبادر می‌کند و متعاقباً با در نظر گرفتن چرایی‌ها و چیستی‌ها پی به جایگاه و ارزش آنها می‌برد. همچنین پیگیری اینکه هدف از زندگی چیست، معنای آن نیز همینطور و چگونه میتوان به زندگی معنا داد و برای آن ارزش خلق نمود. همانطوری که طبق یک نگاه بسیار سطحی احساس می‌کنیم زندگی برخی افراد ارزشمندتر است و زندگی برخی دیگر ظاهراً بی‌ارزش، در حالی که زندگی برای همه زندگی است و همه می‌توانند با آن بازی‌های مختلفی داشته باشند و با هویت‌های متفاوتی نقش‌های مختلفی را در آن بازی کنند که منجر به ارزش آفرینی‌های گوناگونی نیز بشود. بنابراین انسان هم به خودی خود به عنوان مخلوقی که ارزش را می‌فهمد و خالق ارزش است، با توجه به اینکه سکان‌دار چنین میدانی میباشد، از هویتی خارق‌العاده میتواند برخوردار شود. از این رو یک انسان برای خلق ارزش در متعالی‌ترین سطح ممکن و غیره باید خود دارای هویت و سمت و سویی باشد که نشان دهنده فراز و منظر دید او باشد. یک انسان بدون هویت با تعاریف ارائه شده نمیتواند هویت بخش باشد و همانطوری که گفته شد مشکل اصلی انسان بی‌هویتی اوست. به عبارتی دیگر در هستی سرگردان است و نمی‌داند به کجا تعلق دارد و به کجا می‌خواهد برود و غیره. اما برای این ارزش آفرینی انسان باید از چه هویتی برخوردار باشد؟ اینتریونیورسال به دنبال پاسخگویی به این گونه سوالات و غیره میباشد.